ساکنان شهر اسفری ولایت سوغد با استفاده ثمرناک زمین‌های نزدی حولگی دقت جدی ظاهر نموده از این حساب فایده خوب هم به دست می‌آورند. ساکن دهه 14 شهر اسفری ولایت سوغد عبدالرحیم رحمانов زمین نزدی حولگی خود را ثمرناک استفاده نموده به این واسطه همساله احتیاجات خانواده خود را با سبزیجات تر و تازه و میوه‌جات تامین می‌نماید. او در زمین خود بیش از 25 بیخ درختان گوناگون چون بیهی، آلوچه، شفتالو، سیب، زردالو، سیاهالو، چهارمغز و غیره شناخته است که همه ساله از آن حاصل دلخواه به دست می‌آورد. اینچنین در قطعه نزدی حولگی در مهلت‌های معین پامیدور، بادرینگ، قلمفور، سبزی، کارتوشکا، ترب، ریحان، شلغم و دیگر نمودی زراعت کشت و پرورش کرده می‌شود. ما حرکت می‌کنیم که همین زمینه کارباز کنیم، همین روی حولگی قریب که همین روزمره و همه کارباز می‌کند. من همین قریب یک ساعت به کارتوشکا می‌کاریم. هدف کارتوشکا کاشتن ما همین 4 قطار اقلاً حاصل ناکیش قریب که همینجا یک یا یک کنیم لینگ خوابچه و میگیریم کارتوشکا میگیریم ذخیره 2 ماه همین روی حوله قریب که خودش همین میشد. برای همین پامیدور و همیشه با جای کارتوشکا با دیگر حاصل دوم حاصل به این ماهای فوریه کاشته شدگی اخیرای ماه به میکنیم بعدی ماه به با سرکار دیگر حاصل دومش به غیرت میکنیم. عبدالرحیم رحمانov ذکر نمود که همساله با رعایت طلبات صفتی آماده سازی از حاصل سبزیجات پرورش نموده‌اش در ظرف‌های شیشگی کنسروی میوه و سبزیجات، مربا و خورش‌ها تیار می‌نماید که آن در فصل زمستان در روزگار او و برادرش وسیع استفاده می‌شوند. نفر دیگری که در این سمت علاقه تجربه خوبی کاری دریافته است ظفر قادرov است که او نیز در زمین نزدی حولگی خود زراعت‌های گوناگون کشت نموده احتیاجات عائله خود را با محصولات کشاورزی تامین می‌نماید. استحصال بر زیادی محصولات کشاورزی که در زمینه استفاده ثمرناک عاقلانه زمین به وجود می‌آید در بهداشت روزگار ساکنان اهمیت مهم داشته در جماعت دیهاتی زمرد شهر اسفره در هر یک عائله به یک عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. طبق سفارش پیشوای ملت مردم جماعت ما عمل نموده هر یک بجب زمین رو ثمرناک استفاده میبرند. از هر یک زمین خود تا 2-3 حاصل گرفته میتوانند. پس از به اتمام رسیدن این زراعت های بروقتی که کشت نمودند باز در این زمین های خود ترب، شلغم و دیگر زراعت ها رو کشت مینمایند. در حدود جماعت دیهات زمرد 18,500 اهالی زندگی میکنند و 2235 خواجگی های دهقانی موجود میباشد. طبق دورنمای کشتی که حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نموده است در حدود دهه ما 120 هکتار کارتوشکا کشت کرده می شود. مناسبت به زمین و استفاده مقصدناک آن به هر یک عائله اگر از یک طرف منفعت اقتصادی آورد از جانب دیگر برای پرثمر سپری شدن وقت‌های خالی و بهتر شدن حالت جسمانی انسان مساعدت می‌کند. با استفاده ثمرناک زمین‌های نزدی حولگی میتوان برای دوره زمستان محصولات ضروری ذخیره نمود. امروز همگان درک نمودند که ذخیره محصولات برای دوره آینده از هر جهت مساعدت و به منفعت است. مهمتر از همه وابستگی عائله را از بازار کم میکند. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار.